سلام به همگی. شاید از اولش هممون اشتباه میکردیم، چون این ترسناکترین منطقه بود که تا حالا رفته بودم. ماجرا از اون قراره که یه روز با دوستان تصمیم گرفتیم به یه جای ترسناک بریم و یه دونه ویدیو ضبط کنیم و بعد از کلی تحقیق رسیدیم به این روستایی خالی از سکنه و پر از جنازه‌ای که هنوز بعد از اون زلزله زیر آباره. این روستا در بالای یک روستای دیگر قرار داره و به گفته اهالی اون روستا خیلی از مردم جرئت نمی‌کنن شب اونجا بمونن، از بس که جو اونجا سنگینه و ترسناک. و ما تصمیم گرفتیم شب اونجا باشیم و بریم به رازآلودترین خونه اونجا. ویدیو رو لایک کنید و اگر اهل ماجراجویی رازآلود هستید کانال ما رو هم ساب کنید. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. بعد از حدود 5 دقیقه پیاده‌روی رسیدیم به خونه‌های متروکه و الان ساعت 5:16 است و به گفته اهالی این روستا بعد از ساعت 6 تا 8 شب وجود روح و عجله اینجا کاملا حس میشه و میتونید در دفاعی از اونها بکنید. الان داریم پیاده روی میکنیم تا برسیم به دورترین نقطه های این خونه های متروک. اینجا دیگه کاملا همه خونه ها متروک شد. دوی در کار نیست آتون میکنم خیلی بردار کرد ما راه افتادیم بریم سمت اون خونه اونجا، چون یه جورایی دورتر از همه این خونه هاست اون خونه. بعد یه داستانی پشتش داره که حالا جلوتر بهتون میگم داستان این خونه چیه. خیلی خوب داریم میرسیم به این خونه متروکه. ما رسیدیم به این خونه. دستشویی داره، دستشویی خب رسیدیم به همون خونه رازآلودی که بهتون گفته بودم. داستان خونه اینه که چند تا دوست با هم شرط می‌بندن و تصمیم میگیرن کسی که شرط رو باخت بیا داخل این خونه و 5 دقیقه اینجا بمونه و بعد برگرده و اونی که داخل این خونه میمونه بعد از کمتر از 2-3 دقیقه کاملا دیوونه میشه و عقلش رو از دست میده. خب ما منتظر موندیم تا هوا تاریک بشه و به شب برسه. خیلی خب الان دیگه هوا کاملا تاریکه. بریم داخل خونه رو ببینیم. رد خونه روی دیوار که خونه رو دیوار چه اتفاقیه. خیلی برنامه غسل رو نصب کردیم. حالا صدا عجیب غریبی میاد. خیلی خوب بچه ها اینم برنامه ببریم. بذار آیا کسی اینجا هست بخواد با ما ارتباط بگیره؟ هایدن چی؟ داری یه چیزایی میگه. گودست و گوگل پلی بزن تون ترجمه گوگل. هایدن چی میشه؟ آنلاین بریم بخوریم. آیا کسی اینجا هست بخواد با ما ارتباط برقرار کنه؟ اوه شرایط جوگیری.
بابا یه لحظه واسه کجا داره میره؟ من اصلا ضبط داری فیلم میگیریم مثلا. آیا کسی اینجا هست بخواد با ما ارتباط برقرار کنه؟ میشه وندیت چه اتفاقی افتاد ها؟ وندیت خیلی خوب ما تا اینجا اومدیم چیزی هم ما که حس نکردیم. چرا دروغ میگم؟ داریم میرینی به خودمون. خیلی خوب همینجا رو ویدیو رو کات دیدم، بعد عکس این حرفایی که با برنامه گوست بهمون زده رو براتون میذارم. خیلی خوب بچه‌ها یه فیلمی همین الان بیا ازتون بگیرم به عنوان آخرین فیلم. دیگه قرار نیست فیلم بگیریم. خیلی خوب دوستان این قسمت هم به پایان رسید. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود. درو خونه قفل اتفاقی نیست. بچه سارا مکتب نمی بعدش تنهایی وقت رفته پیش. خب من اطراف خودم من اطراف خودم شو من مدینه دارم باید چی گیر بریم چی اتنه درخت عکسش جدی میگم من بدنم خوش کنه جدی میگم الان نیاز به آب دارم.